Hello YouTube. Sorry for the wait. ببخشید برای معطلی. آخه میدونید من با پارتنرام به یه ذره مشکل برخوردم. میدونی که چی میگم. و آره یه ذره طول کشید تا من خودم رو بتونم جمع جور کنم و بیام اینجا جلوی استیج، یعنی توی استیج و این ویدیو عجیب غریبی بخوام واسه تون خلق کنم. دمت دیجه. من یه ایده عجیبی دارم برای این ویدیو. ایده ویدیو ما در مورد دارک سولز دوستان. اینجا دارن جلو بردون میکشن، یه ذره صدا شتیه. امیدوارم که آزارتون نده. یس گیم های سولز همشون به نوعی خوبن و من از بینشون عاشق دارک سولز هستم. اصلا کاری به این ندارم که بازی سولز، این گیم فراتر از یک گیم سولز و فراتر از یک گیمه. این بازی به طرز فکر بنده تاثیر زیادی داشته و من توی دوران خیلی مخصوصی از زندگیم انجامش دادم. با اینکه گیم مورد علاقمه، اما بخش زیادی از علاقه من به این گیم به خاطر خاطره‌هایی که این بازی واسه من ساخته. من وقتی 15 سالم بود دارک سولز 3 رو برای اولین بار بازی کردم و هنوز نتونستم تجربه 1% مشابه رو از چیز دیگه کسب کنم. توی اون وضعیت عجیب من 15 ساله که هنوز خودش رو کشف نکرده بود و از دوربرش خبر نداشت، بعد از تموم کردن الدرینگ به خاطر اینکه شنیده بودم خیلی بازی عالیه و نمیدونستم سولز و اینا چیه، ریخته بودمش چون دیده بودم با هرچی تا الان دیدم فرق داره بازیش. راستی اینم بگم که من الدرینگ و دارک سولز 3 رو از روی غریزه تموم کردم و بدون نگاه کردن یک قسمت وکتورو که حقیقتا برای الدرینگ اگه وکتورو نگاه نکنی 70% محتوای بازی رو از دست میدی. بعد از تموم کردن الدرینگ من 15 ساله رفت سراغ دارک سولز 1، جایی که اون تازه در حال کشف کردن جادوی بازی های سولز که البته زیاد مهم نیست و بعد از اون من شاهکاری به اسم دارک سولز 3 رو ریختم. از همون اول یه حس خاصی نسبت به محیطش داشتم، اما نمیتونم بگم کامل باش ارتباط برقرار میکردم چون دروغه. عصر اول بازی اسمش لاتریکه و وقتی من لاتری کسل رو دیدم گفتم جیزس کرایست هومی چقدر یونیکه. البته فکر نکنم یونیک تر از بلاد بورن باشه با اینکه هنوز نتونستم بازیش کنم. اوج لذتی که من از محیط بازی بردم توی جایی هست به اسم آن اورلاندو که هم انمیاش حرف ندارند، واقعا یونیکن و یادآور بازی دارک سولز 1 هم هست چون این محیط داخل اونجا هم هست و یه محیطی داخل این بازی هست به اسم آندد ستلمنت که من عاشقشم واقعا، که توش یک سری مادر بزرگ و کشاورز و همچنین اقوام آقای زکس توش زندگی میکنن. اون مادر بزرگای گنده خیلی خوب بودن و اینجاست که داستان جالب میشه. وقتی برای اولین بار باس کرست گریت وودو که باس اول اون منطقه است رو زدم و سولش رو گرفتم، دقیقا نفهمیدم باش چی کار کنم و یکم بعد فهمیدم که اینو باید بدمش به یکی از چی بهش میگن لوردز آف سیندرز ها که بازنشست شده تا بتونم با استفاده از سولش یک سری آیتم به دست بیارم. همینطور که داشتم نگاه میکردم به فهرست آیتما، اینجاست که داستان چشمم افتاد به یه چیزی که اگه وجود نداشت شاید من اصلا از این بازی اونقدر هم خوشم نمیومد. اگه وجود نداشت من این بازی 6 بار تموم نمیکردم. اون آیتمی که حتی به اسمش هم نگاه کردم و فقط از ظاهرش خوشم اومد چیزی نبود جز شمشیر هالو اسلیر. من نمیتونم این شمشیر رو یک سلاح خطاب کنم، این مونس روحی منه. طرز اتک دادن و مبارزه با این شمشیر انگار دقیقا و به صورت انحصاری واسه من ساخته شده بود. دست فرام سافته درد نکنه، واقعا ازش ممنونم. مگه میشه شمشیر مخصوص من بسازه آخه؟ از همون اول که دستم گرفتمش فهمیدم که این دقیقا همون چیزیه که میخوام. هیچ سلاح دیگه نمیتونه همچین جایگاهی برای من داشته باشه. من و این شمشیر به هم دیگه وصل شدیم. تازه اون موقع در مورد قابلیت مخصوصش هم نمیدونستم. قابلیتش این بود که به انمی‌های هالو بیشتر دمیج میداد. حالا اونایی هن که از بس مرده بودن، عقلشون رو از دست داده بودن. یه سری از انمی‌ها و محیطی که خیلی توی دارک سولز 3 حالم ازش به هم میخوره و اصلا باحال نیست. فرنکیپه کفش که ریدن همش پویزنه که چیز خاصی حقیقتا نیست، ولی یه سری جا عمیق میشه و موجودات نفرت انگیزی مثل باسیلیک ها داره که نفسشون آدم رو کیوس میکنه و درجا میکشد و پلیدترین موجود اون غروهای کسخلن که لامصبا هرچی سریع باشی سریعترن، تو یه حرکت میپرن رو و بعد دوباره همون حرکت رو میزنن و راحت میمیری
که واقعا فشار داره. باسای مورد علاقه من ابیس واچرز، زیندرز آف لوردز که باس آخره، هاف لایت پریر، البته فکر کنم هاف لایت سپیر بود اسمش، و نیملس کینگ. این آخری هم سخته هم شاهکار. من فکر کنم اینو فرسترای زدمش، شاید هم بار دوم، ولی نه، حالا که فکر میکنم شاید هم 3-4 ترای طول کشید ولی حرف نداشت. ساید کوئست هم همچین زیاد مالی نیستن و انجام دادنشون فقط حوصله میخواد. خیلی هم روی داستان بازی تأثیری ندارن. البته فکر کنم یه پسری به اسم پچز هست که پسر بدیه، نیاز به تربیت داره. به صورت اوورال محیط دارکسوز و رنگ و دنیا و محیطش پوینت مثبتی به تجربه این بازی. من ایرادی نمیتونم بگیرم ازش، کاش حالا یکم رنگی تر بود. خب حالا میخوام از طرز فکری تعریف کنم که داشتم در موردش حرف میزدم. بازی دارکسوز اینطوریه که سخته، تازه از بین بقیه بازی‌های این سری از همه آسون‌تره واقعا، و برای من یه مدت طول کشید درک این مطلب، اما وقتی درکش کردم یکم همه چیز عوض شد. من داشتم مثل زمانی که توی بازی بودم توی زندگیم تصمیم میگرفتم. انمیایی که نمیتونستم بزنم و مثل توی بازی اسکیپ میکردم. به خونه به عنوان فایرلینگ شراین و منطقه امن نگاه میکردم و به این فکر میکردم که اگه از فایرلینگ شراین بیرون نرم انگار دارم بازی زندگی خوب پلی نمیدم و اگه یک باس من رو شکست داد من دوباره به مبارزه باهاش بپردازم تا زمانی که پیروز شم. فارم کردن یعنی تمرین و هولو شدن به معنای اون مود بیانگیزه شدن در رسیدن به هدف. البته هولو شدن هیچ تأثیری نداره توی گیم. و تصور این که مردم و اشخاص همه NPC هستن، البته این قسمتش رو دروغ گفتم، نمیدونم چرا دقیقا هیچ موقع همچین تصوری نکردم. پس در آخر به این نتیجه میرسیم که دارکسوز به صورت منطقی سخته و حتی بازی زندگی هم ازش سختره. امیدوارم یه نگاهی بهش بندازید. زندگی منو که خیلی تغییر دادش. چیزی نیست، شادی بود. خداحافظ.